سلام، من شبنم هستم و به کانال یوتیوب من خوش اومدید. من مربی حرکات اصلاحی اینجا هستم که بهتون کمک بکنم ناهنجاری‌های بدنتون رو بشناسین و اگر ناهنجاری داشتین کمک بکنم که اونا رو اصلاح بکنین و دردایی مثل کمردرد، زانو درد، گردن درد اگر اینا رو داشته باشین به کمک ورزش اینا رو بهبود ببخشید. بریم سراغ موضوع ویدیوی امروزمون، سیاتیک. اکثرا تو اطرافتون دیدین که افرادی که کمردرد دارن دردشون به پاشون میزنه و خیلی اذیتشون میکنه، نمیتونن نه بشینن نه درست حسابی شبا رو بخوابن، نمیتونن درست حسابی سر پا وایسن. تو هر حالتی تقریبا توی روز این درد سیاتیک باهاشونه و خیلی اذیتشون میکنه. امروز من اینجا هستم که بهتون کمک بکنم با توجه به این حرکاتی که امروز بهتون یاد میدم اینا رو توی خونه هر روز انجام بدین و به درد سیاتیکتون خیلی کمک میکنه. پس با من همراه باشید. قبل از اینکه شروع بکنیم حرکاتو یه چند تا نکته باید بدونیم. حرکاتی که توی یوتیوب، توی اینستا یا هر جای دیگه میبینین که می‌نویسن با موضوع رفع گردن درد، رفع کمردرد، رفع زانو درد و غیره، همه اینا به تنهایی و جداگانه حرکات خیلی خیلی خوبی هستن، ولی اینو مربی هستش که تشخیص میده کدوم حرکت برای شما مناسبه. ممکنه که آسیب شما نسبت به آسیب کسی دیگه متفاوت باشه و اون حرکت که توی اون ویدیو گفته شده براتون برای یک فردی خیلی موثر باشه و برای شما خیلی مضر باشه. برای همین ازتون خواهش میکنم هر ویدیویی که توی اینستا، توی یوتیوب، اصلا از حرکات ورزشی خودم که میبینین، حتما اگر که به صورت مداوم انجامش بدون احساس درد میکنین همونجا انجام دادن اون حرکات رو قطع کنین و نگین که ورزش درد منو بیشتر کرد، ورزش خوب نیست. نه، صرفا اون حرکات مناسب شما با آسیبی که دارین نبودن و باعث بیشتر شدن دردتون شدن. پس این حرکات کششی امروز من بهتون یاد میدم، هر روز توی خونه به صورت منظم مداوم انجام بدین. اگر احساس کردین بعد از 2-3 روز دردتون نه تنها کمتر نشده بلکه بیشتر شده، قطعش بکنید. حرکت اول، دراز میکشی، یک پاتو روی اون یکی پات میذاری. دقت بکنین که وقتی پاتون رو روی پای مقابل میذارین این قسمت نه، ساق پا نه، دقیقاً قوزک پاتون رو روی قسمت زانوتون میذارین و از زیر زانوتون میگیرین، پاتون رو داخل شکم میکشین و نگه میدارین تا 15 میشمارین، سمتش رو عوض میکنین. این حرکت رو 4 تا 15 ثانیه برای هر پاتون انجام میدین. علت این که بهتون تاکید کردم که قوزک پاتون رو روی زانوتون بذارین به خاطر اینه که وقتی زانوتون رو میکشین داخل شکم، پشت پاتون کشش بیشتری احساس میکنین. یعنی هر چقدر کف پا نزدیکتر به داخل پاتون باشه کشش پشت زانو بیشتر خواهد شد. ولی تو مراحل مبتدی حتما قسمت مچ پا رو این قسمت رو بذارین. بعدن که دیگه کشش کمتر شد، احساس کمتری داشتین، میتونین اینو به این شکل هم انجام بدین. حرکت دوممون دقیقاً مثل حرکت قبلیه، با این تفاوت که دستا کنار بدن، گودی کمر، میبینین اینجا دستمون گودی کمر رو کامل پر میکنم، شکم 3، پایی که روی زمین رو میکشم داخل شکم، پنجه پا رو میذارم زمین، دوباره برمیگردم. مکس 2، مکس 3، 4. این حرکت رو 12 بار انجام میدین. بعد پاتون رو عوض میکنین، دوباره 12 بار تکرار میکنین. هر پاتون رو 3 ست باید انجام بدین. حرکت بعدی نیاز داریم به دیوار. شما رو به دیوار دراز میکشین، پاتون رو روی دیوار میذارین، زانو به صورت 90 درجه
دوباره اون یکی پاتونو خم میکنین، از قسمت مچ پا گرفته چفت میکنین، با اون یکی دستتون زانوتون رو آروم فشار میدین به سمت دیوار. 10 بار تکرار میکنین. بعد از 10 بار پاتون رو عوض میکنین. برای هر پا 3 تا ست 10 تایی. حرکت سوممون به صورت دوباره به حالت درازکش. یک پا روی اون یکی پا آروم پایی که گذاشتین روی پای مقابل کف پا رو به سمت پایین خم میکنین. دقت بکنین تو این حرکت این شکلی نمیچرخین. کمر ثابته، از لگن چرخش انجام میدین، برمیگردین. حرکت بعدیمون کشش پشت پاه که اکثرا توی ویدیوها و توی اینستا میتونین این شکلی ببینین که این حرکت رو انجام میدن و پای دیگه که آزاده درازه. این حرکت ممکنه که باعث ایجاد کمردرد بشه براتون. علت این درد چی میتونه باشه؟ اکثر کسایی که این درد رو احساس میکنن، اکثر کسایی که توی این حرکت درد پشت کمرشون احساس میکنن به خاطر گودی کمره. چون وقتی کمر به زمین نمیچسبه و شما پاتون رو به زور دارین میارین بالا و پای دیگه‌ای که آزاده وزنش روی کمرتون افتاده، برای همین درد توی کمر بیشتر احساس میکنید. برای همین میگن چیکار میکنیم؟ توی این حرکت خب یک پا خم، کمر روی زمین، دوباره ببین چطور لگنمو میچرخونم، دقت کنید چرخش لگن رو دقت بکنید، کمر رو میچرخونم، میچسبونم، هیچ فاصله بین کمرم و زمین نمیذارم بمونم. پا رو میارم بالا، از زیر زانو میگیرم که بیش از حد فشار نیاد، بیش از حد کشش نداشته باشه. آروم پنجه پاشنه، پنجه پاشنه. 3 4 5 6. شکم هم کاملا منقبض. برای هر پا 15 بار 3 ست تکرار میکنین. سعی کنین انقباض شکم رو اصلا فراموش نکنین. پنجه پاشنه. اگر احیانا زانو درد دارین یا عمل کردین زانوتون رو، این حرکت ممکنه که درد زانوتون رو، خصوصا پشت زانو رو، دردش رو خیلی بیشتر بکنه. پس اگر زانو درد دارین، آسیب زانو دارین، عمل کردین رباط زانوتون رو، این حرکت رو انجام ندین. دوباره یک پا روی اون یکی پا، فشار پا به سمت زمین، یک خورده بدنتو به سمت جلو مایل میکنی، 12 ثانیه نگه میداری، پاتو عوض میکنی. معمولا کسایی که این حرکات زیادی که انجام میدن همیشه میگن که من این پام خیلی راحت میاد ها، ولی این پام خیلی به سختی بلند میشه، وقتی فشار میدم اصلا درد افتضاحی حس میشه. به خاطر کوتاهی عضلاتونه. به مرور با انجام این حرکات خیلی بهتر میشه. یه بارم از این زاویه بهتون نشون بدم. فشار زانو به سمت زمین، کمر صاف، به جلو خم میشم. دوباره به جلو خم میشم. مرسی تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. یادتون نره که
عصای پیری شما بچه هاتون نیستن، عضلات شما هستن که باعث میشن توی پیری شما تنی سالمتر داشته باشین. پس حتما ورزش رو جدی بگیرین. بای بای.